سلام روزتون بخیر، شبتون بخیر، هر جای دنیا که هستید. من فرزانه ام، اینجا چنل سوگلیه. اومدم با یه آموزش جذاب دیگه. اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، دکمه لایک این ویدیو هم بزنید تا بریم برای ویدیویی که خیلی مطمئنم به دردتون میخوره. امروز میخوایم با همدیگه صابون خامه‌ای درست کنیم. صابون خامه‌ای نیاز داریم به بیس صابون خامه‌ای که میتونید از خود من یا جاهایی که محصولات مربوط به صابون سازی و ارائه میدن تهیه کنید. یه دونه همزن برقی نیاز داریم، لیسک، قیف یک بار مصرف، ماسوره، روغن نارگیل یا هر روغن دیگه‌ای که مناسب پوستتون باشه، اسانس دلخواه، اسانس موز من انتخاب کردم، رنگ دلخواه من رنگ زرد انتخاب کردم، یه بطری. میتونید از قوطی کرما یا قوطی‌های تمیز و سالمی که توی خونه دارید هم بشورید، خوب ضد عفونی کنید و ازش استفاده کنید. و الکل برای ضد عفونی کردنش، قیچی برای بریدن قیفمون. میریم که با هم دیگه آمادش کنیم. خیلی کار ساده ای هستش، خیلی آسونه. این صابون از مزایاش مهمترین مزیتی که داره اینه که میتونید برای اصلاح کردن و شیو کردن ازش استفاده کنید. هم آقایون و خانوما برای شیو صورتشون میتونن استفاده کنن، هم برای شیو بدن بسیار خوب هستش و بعد از شیو خیلی پوست نرم و لطیف و خوبی خواهید داشت. الان با هم دیگه درستش میکنیم. اول یه چند قطره از روغن نارگیل مناسب پوست خشک هستش من میریزم داخل پایه صابونم. یه مقداری به صورت دلخواه هستش اسانس ها، اسنشیال اویل های مختلف میتونید از عطاری ها یا جاهایی که مخصوص محصولات صابون سازی رو دارن استفاده میکنن خریداری کنید. من یه مقداری اسانس موز ریختم. بسته به دلخواهتون رنگ اضافه میکنید. من رنگ زرد مناسب موزی هستش اضافه میکنم. این پای صابون برعکس صابون‌های قبلی که تو آموزش‌های قبلی بودش، اگه ندیدین حتما برید نگاه کنید، ویدیوهای قبلیمو لایک کنید، کامنت بذارید اگر سوالی درباره‌شون دارید. برعکس اون پای صابون‌های قبلی نیازی به ذوب کردن نداره، برای همین گفتم خیلی کار باهاش راحت و آسونه و اگر بخواید که این کار برای فروش و کسب درآمد هم شروع کنید بسیار زیاد سود خوبی داره و بسیار میتونید که درآمد خوبی ازش داشته باشید. فقط کافیه بسته‌بندی جذاب داشته باشید، یه مقداری ذوق و سلیقه داشته باشید و مشتریاتون رو بشناسید و سلیقه‌شون که چه اسانس‌هایی دوست دارن، چه چیزهایی دوست دارن. حالا اگر که تمایل داشته باشید بیاید توی کامنت ها بهم بگید، بهتون حتما خامه بدن آموزش میدم که با این میتونید یه پک کامل خامه‌ای به فروش برسونید. توی پیج اینستاگرام خود من sogoli.co هستش پکایی که میفروشم، پک خامه‌ای دارم که خامه بدن با صابون خامه‌ای مکمل همدیگه هستن. صابون خامه‌ای برای داخل حمام و بعد از شیو یا حتی بعد از شستشو، حتما نباید برای شیو کردن باشه، بعد از شستشو بیرون از حمام از خامه بدن میتونن استفاده کنن و فوق العاده میتونه سود خوب و بالایی براتون داشته باشه. بعد اینکه ما این مواد رو با هم قاطی کردیم، محصولات با هم قاطی کردیم، من 100 گرم از پای صابون انتخاب کردم چون ظرفم 100 گرمی هستش. میتونید حالا کمتر یا بیشتر انتخاب کنید. با اول دور کم همزن شروع میکنیم، بعد کم کم تا دور 3 میریم با همزن برقی خوب هم میزنیم. اینقدر هم میزنیم تا به این بافته مثل خامه کیک، خامه و نرم برسیم و یه بافت سبک و پفکی داشته باشیم همینطور که توی تصویر میبینید.
بعد از این ما کامل با لیسک این مقدارایی که به همزنمون هستش رو جدا میکنیم. کامل همزنمون رو تمیز میکنیم. اولش که دیدین یه مقداری حالت سفت و سفت که نه، حالت سخت‌تر و غیر منسجمی داشتش پای صابونمون. الان پای صابونمون پف کرده، به صورت خامه‌ای شده و همین شکل هم باقی خواهد موند. تو دمای طبیعی میتونید نگهش دارید. داخل حمام حتما در بسته باشه، با ظرف دردار باشه ظرفتون. داخل حمام با در بسته حتما نگهداری بشه. بعد از اینکه جدا کردیم اینطوری از دور، این خامه برای کیک و قنادی که نباید پفش بخوابه، از دور اینطوری از ظرفمون یکم جدا میکنیم. از این قیفای یک بار مصرف یا اگر قیفای برای کیک و شیرینی‌پزی دارید استفاده کنید. ماسوره دلخواهتون رو این مدل ستاره یا قشنگتر میشه. داخل قیف فیکس میکنید. وقتی که داخل قیفتون فیکس کردید با قیچی سرش رو میدید. جوری برش میزنیم که حالا حتما این قیفمون ماسوره یه کمی ازش بیرون بیاد. بشه قیفمون رو برمیگردونیم و از صابونمون رو داخل این قیف منتقل میکنیم. صورت خوابیده من میذارم. بهتره که یه لیوان یا بشر بزرگ دیگه ای داشته باشید. قیف رو داخل اون بذارید به صورت ایستاده و داخلش خالی کنید. خیلی راحت تره. بعد از اینکه داخل قیفتون رو پر کردیم، قیف رو این درش رو نگه میداریم با یک چیز صاف مثل این قاشق یا قیچیتون یا ته چاقو همه مواد رو یا با دست، خیلی نرم و راحت هسته، همه مواد صابونمون رو هل میدیم به سمت ابتدای قیف تا قبل اینکه بره داخل ماسوره. این مدل صابون اصلا نیازی به داخل یخچال گذاشتن و استراحت کردن هم حتی نداره. یعنی به محض اینکه شما آمادش میکنید قابل استفاده هستش و میتونید سریع ازش بهره برداری و استفاده کنید. داخل ظرفمون رو چند تا پاف الکل میزنیم. قبلا حتما باید شسته شده باشه. من شستم خوش کردم، اما چند تا پاف الکل میزنیم برای ضد عفونی شدن و تمیزتر بودنش. و در آخر این صدای
به این شکل یه ظرف صابون خامه‌ای با اسانس موز هستش که فوق‌العاده به لطافت پوست شما کمک میکنه. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم که حتما از این محصول درست کنید، آماده کنید و هر سوالی که درباره این محصول یا محصول قبلی و ویدیو قبلی داشتین کامنت بذارید، ازم بپرسید. حتما ویدیو رو لایک کنید، به من کمک میکنه. کانالمو سابسکرایب کنید. ممنون میشم که همراه من باشید. خدا نگهدار.